درود بینندگان عالی قدر، امروز در جریان برنامه عاید مطبوعات تاجیک در کشورمان نقل می نماییم. آغاز مطبوعات تاجیک در منطقه به نشر روزنامه بخارای شریف وابسته است که سال 1912 در بخارا به تب رسید و سر آغاز مطبوعات معاصر تاجیک گردید. در برابر مطبوعات چاپی در بعضی منطقه های تاجیک نشین ازبکستان برنامه های رادیو و تلویزیون به زبان تاجیکی پخش می شوند. از جمله در ناحیه سوخ برنامه های فرهنگی و اطلاعاتی برای اهالی تاجیک زبان آماده می گردند. با تشکیل یابی سود تلویزیون سوخت امروز 28 سال سپری شد. موافق فرمایش تلویزیون کمپانی ملی ازبکستان 1998 سال همین کانال ناحیه سوخت در ترکیب رادیو کانال فرغانه تشکیل یافته بود. سالهای آخر در اساس قرار و فرمانهای سرور دولتمان اعتبار به ناحیه سوخت خیلی افزود و از جمله به تلویزیون سوخت. ما امروز اصلاحاتی که در ازبکستان نو شده ایستاده است حرکت کردیم، یک دقیقه باشد هم یک ثانیه تیزتر باشد هم به مردم رسانیم. این از همه چیز خرسنده آورش همین است که تلویزیون سوخت را امروز تمام مردمی واده می‌بینند و حتی ماندن گرد بغیر از نمنگان، فرغانه، اندیجان دولت‌های همسایه من ولایت اوش ریسپوبلیک قرغیزستان، خوجند ریسپوبلیک تاجیکستان تماشا می‌کنند. مطبوعات تاجیکی سوخت در حفظ زبان، رشد ادبیات، ترغیب فرهنگ ملی و تحکیم خودشناسی تاجیکان نقشی بزرگ می‌بازد. آن امروز همچون پل میان گذشته و امروز اینچنین میان نسل‌های گوناگون خدمت می‌کند و برای پایداری فرهنگ تاجیکی در سوخت اهمیتی خاص دارد. مطبوعات نه فقط منبع اطلاعات، خبر و گزارش ها، بلکه واسطه است که تفکر اجتماعی، مفکوره جمعیتی را تشکل می دهد، تکامل می دهد. بدین سبب در نزد جامعه، در نزد انسانیت مسئولیت روزنامه‌نگار، مسئولیت ژورنالیست خیلی بلند است. خوشبختانه سالهای آخر در ازبکستان نو برای رشد مطبوعات، چه مطبوعات روزنامه و مجله ها و چه تلویزیون، رادیو و چه رشد واسطه های الکترونی زمانوی اطلاعات، اخبارات اعتبار جدی داده شده ایستاده است و محض با شرافت ان همین اعتبار مردم ما از اخبار خالص بهره مند می شوند، از دگرگونی هایی که در دنیا، در ازبکستان رخ می دهد خبردار می شوند و مناسبت خود را به عالم آدم و هستی دیگر می کنند. برنامه هایی که در تلویزیون نمایش داده می شوند در رشد معرفت و خودآگاهی ملی نقشی مؤثر دارد. با انعکاس مسئله های تاریخ، فرهنگ، معارف و حیات اجتماعی آن سطح دانش و جهانبینی مردم را بالا می برد و به تشکل افکار سالم مساعدت می کند. یکی از شاعران نامدار ظفر صوفی فرغانه می گوید گرچه یک شوریده جان و سرکشم، در جهان سردلها آتشم، هر کسی باری غم خود می کشد، باری درد و غصه هایت می کشم، منزل 70 پشتی من وطن، یادگار زردوهشتی من وطن. واقعا هم بهترین انسان، موفقترین انسان آن است که خود را در وطن نیو و وطن را در خود دوست دارد و من امروز افتخار میکنم که در یکی از کشورهای آبادترین، در یک کشوری که قدر انسان خیلی بلند است، ازبکستان صاحب اختیار استقامت میکنم و سوخت یک گوشه خرد زمین بیکران در ازبکستان صاحب اختیار می باشد. سوخت یک شاخه سبز درخت عظیم
ازبکستان می باشد و در اینجا تاجیکان خیلی خوشبختانه حیات به سر برده ایستادند و من در شبکه تلویزیونی سوخ که بیوسته با زبان تاجیکی فعالیت میکند یک چند سال این جانب همچون روزنامه‌نگار همچون ژورنالیست فعالیت میبرم و از حیات مردم این ناحیه کوچک گزارش ها آماده ساخته هم در تلویزیون سوخ و هم در شبکه‌های تلویزیونی ازبکستان و تاجیکستان نمایش میدهم و همین را علاوه تاکید کرده گذاشتن لازم است که سوخ گرچند یکی از منطقه های دوردستترین ازبکستان باشد هم همیشه در مد نظر قرار دارد و سالهای آخر بیوسته با سعی و تلاش راهبر دولت در اساس قرار پرزیدنت جمهوری ازبکستان به یک گوشه آبادترین کشور تبدیل یافت و سالهای آخر در حقیقت در راه آبادی دیار در راه منفعت خلق کارهای نظررس به عمل تطبیق گردیدند. یکی از مهمترین وظیفه‌های مطبوعات تاجیک حفظ زبان مادری می باشد. توسط برنامه‌ها، شعرها و مصاحبه‌ها زبان ادبی تاجیکی میان مردم بخصوص جوانان ترغیب می شوند. این البته به نگاه داشتن معیارهای زبانی و غنی گردیدن لغت مشتریان مساعدت می کند. در وقت‌های مکتبخوانی گویم استادم جهانگیر صابرов به من تکلیف داده بودند که می‌خواهی تو را با تلویزیون سوخ به کار تامین کنم. گفتند من خیلی می‌ندارم که آن کس گویم که تقدیر من را دیگر کردن گویم هم خطای صادر نخواهد شد. در همان وقتی که استاد به من تکلیف دادند در من کسب ژورنالیستیک شوق و هوس زیاد شد و در صنف دهم این کار را سر کردم و تا حاضر دوام داده ایستادم. نصیب باشد در آینده همچون یک ژورنالیستی سرخبره گویم ایجاد کرده این فعالیت را دوام میدهیم. از فرصت غنیمتی استفاده برده همه همکسبانمان را، ژورنالیستان را، صاحب قلمان را با این ایده کسبیشان صمیمانه مبارکباد میگویم. در فعالیت آیندهشان موفقیت ها تمنا دارم. در برنامه‌ها همیشه به ایجادات شاعران و نویسندگان محلی اهمیت داده می شود. به واسطه نمایش‌ها آثار ادیبان جوان معرفی شده، نمونه‌های فولکلور، ضرب المثل‌ها، سرودهای مردمی و عنعنه‌های محلی به بینندگان پیشکش می شوند. این روند برای حفظ میراث فرهنگی منطقه اهمیتی کلان دارد. در ناحیه تمام دیگرگونی ها را به اهل عالم، به اهل دنیا رسانیدن به ذمه کارمندان وسایل اخبار عمومی بسیار یک وظیفه پرمسئولیت میگذارد و ما همچون نمایندگان وسایل اخبار عموم که فعالیت میبریم همین دیگرگونی ها را به اهل جهان رسانیدن خود را بسیار خوشبخت می‌سازیم. مطبوعات تاجیکی در دیارمان نه تنها واسطه رسانیدن خبر بلکه یکی از ستونهای اساسی حفظ و رشد فرهنگ تاجیکان به حساب می رود. در حدودهایی که تاجیکان زندگی دارند روزنامه ها، برنامه های رادیو و تلویزیون، مجله ها و دیگر واسطه های اخبار برای نگاه داشتن زبان، عنعنه و خودشناسی ملی خدمت می نماید. من با آمده ایده فرخنده مطبوعات و اخبارات عمومی همه هموطنان همزیستان عزیز را از صمیم دل تبریک و تهنیت ها میگویم، چون که در این ازبکستان نو با غایه های نو، با مقصد های نو، با فکرهای نو زندگی کردن یکی از مقصدهای هر یک شهروند ازبکستان می باشد. من امروز در ازبکستان در ساحه مطبوعات بسیار نویگری های کلی و عمل آمده ایستاده است. این را ما در پیش نظر از سال 2017 پیش نظر می آوریم که در اساس فرمان پرزیدنتمان 5148 در آن ثبت شده است که اخبارات این آزاد، فکر عمیق، صحنه فکرهای تازه خلق می باشد که آن را هر یک انسان مقصد و فکرهای خود را با واسطه اخبارات عمومی و تلویزیونی، رادیو پخش کرده می تواند. در ازبکستان روز کارمندان مطبوعات و واسطه های اخبار عمومی هر سال 27 ایون جشن گرفته می شود. این عید
همچون ایدی کسبی روزنامه‌نگاران، محرران، کارمندان تلویزیون، رادیو، نشریه‌های اینترنتی و دیگر نمایندگان واسطه‌های اخبار عاموی تجلیل می‌گردد. افتخار دارم که بیش از 50 سال در مطبوعات در وظیفه‌های گوناگون با حال قدرت خدمت کردیم. کم زیاد برای تلویزیون سمرقند، برای برنامه‌های تاجیکی اساسگذار شدیم، تشکیل کردیم. ژورنالیست باید حقیقت نگار باشد، بی‌باک باشد و برای خلقش هم وطنش هم قطعی نظر از بعضی محرومیت‌ها قطعی نظر خدمت شایسته کند. خوشبختانه روزنامه آواز تاجیک زیاده از 100 سال است که منتظم چاپ می‌گردد. روزنامه آواز سمرقند، خاور همقدم استقلال میباشند. نشر مجله دردانه شرق پیام خوب بوده شادی بخشی قلم به دستان ما میباشد. در برابر این در شهر و نایه های تاجیک نشین روزنامه ها وجود دارد. برنامه ها و گفتارهای تاجیکی در تاشکند و سمرقند و بخارا، سرخندریا و فرغانه فعالیت دارند. برای پیشرفت ژورنالیستیکا، برای رواج ژورنالیستیک امروزها از جانب حکومت تمام امکانیت و شرایط‌ها فراهم آورده شده است. آنها با اسباب و اسکنه‌ها، تکنیک‌های زمانوی تامین گردیدند و برای کشف استعدادها، صیقل مهارت آنها امکانیت‌های موجود فراوان آورده شده است. امروزها هر یک ژورنالیست از این امکانیت‌ها استفاده برده، کسب خود را، مهارت خود را صیقل می‌دهد و وظیفه خود را با مسئولیت اجرا می‌کند. این پیشرفت در روزنامه گلوبال تانگی نیز دیده می‌شود. اولها با واسطه تیپوگرافی قرقاشمی و چند مرحله را از سر گذراند، چند بار خواندن و تحریر کردن و همین جریان‌ها پیش دیده شود. حالا این روزنامه در خود رداکسیا چینده، صحیفه بندی و چاپ کرده می‌شود. یعنی این دلالت می‌دهد که ساحه ژورنالیستیک پیشرفته ایستاده است و حکومت برای رواج ژورنالیستیک امکانیت‌ها فراهم آورده است. نقش مطبوعات تاجیکی در ازبکستان تنها به انتشار خبر محدود نمی شود. آن واسطه مهم حفظ زبان، ترغیب ادبیات، فرهنگ و تحکیم دوستی خلقای تاجیک و ازبک و شمار می رود. من در عرفه ایده ژورنالیستان، هم کسبان در روز مطبوعات نشستیم، وسایل اخبار عمومی تمام هم کسبان را به ایده کسبیشان تبریک میکنم. الله آسمان وطنمان تنج و آسایشته باشد، به این ازبکستان نو چشم بد نرسد. گرچند پیشتر باشد هم تمام قلمبدستان ازبکستان را، تمام ژورنالیستان ازبکستان آفتابی را به این روز از صمیم قلب مبارکبادی میگویم و خواهان آنم که آنها بگذار در راه ترنم نمودن و ترغیب کردن دیگرگونی ها، اصلاحات ها و آموختن مشکلات مردم باز هم سعی و تلاش نمایم و همیشه موفق باشم. نمایندگان وسایل اخبار عمومی را به عید کسبیشان تبریک گفته با آنها آمد برای بردباری و البته قلم سبز تمنا میکنم. بگذار از قلم هر یکی ما، از خبرهای هر یکی ما وطن گل گل شکفت و در شکوفایی وطن و نوگانی های وطن هر یکی ما با همین سعی خود، حرکت خود و با اخبار جالب خود اشتراک دار باشد. من همه شما را به روز مطبوعات صمیمانه مبارکباد میگویم. روز مطبوعات و خادمان واسطه های اخبار عمومی و آرزومندم که در این مهنت خیلی سنگین همیشه موفقیت یاری شما باشد، آمد یاری شما باشد، نگاه حق بین یاری شما باشد، ترازوی عدالت یاری شما باشد. عزیزان، چرا ما این اینترویو را یا این تبریکات را در یکی از زیباترین منطقه های ناحیه سوخ، دامنه کوه لزر، موضع قیراق گرفته ایستادیم؟ سبب آن است که امروز سوخ و این موضع جافپایه، موضع قیراق و اما تمام دیگر حدودهای ناحیه زیبا منظری سوخ در ازبکستان نو قیافه تماما نو تشکیل کرده ایستاده است، یعنی صورت نو میگیرد و من باور دارم که با غمخواری راهبری دولتمان
پرزیدنت محترم ازبکستان شوکت میرزیویف با اون آتش عشق و محبتی که مردم ما به وطن دارند و ازبکستان عزیز دارند و با آن غیرت و همتی که خلق ما در راه بنیاد ازبکستان نو، وطنی نو، سوخی نو شروع کردن، روز فرا می رسد که این موضع ها مرکزی اعتبار واسطه های اخبار عاموی دنیا می شود. عیدتان مبارک باد. mayda 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 oh şu mayda 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 dilda naranjat dilshanak duni ganda dilda naranjat dilshanak duni ganda ساری گل نارد مبارک الا یار جان برف دارد مبارک برق ساری گل نارد مبارک شنیدم که تو یاری نب گرفتم شنیدم که تو یاری نب گرفتم یاری نب گرفت دارد مبارک یاری نب گرفت دارد مبارک چو mayda 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 oh şu mayda 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 dilda naranjat dilshanak duni ganda dilda naranjat dilshanak duni ganda نقشی زرین است خدا من گشتر و یارم نگین است ستاره در هوا نقشی زرین است خدا من گشتر و یارم نگین است خدا جانم مرا باران بسازی خدا جانم مرا باران بسازی سر زلفان یارم گل بریزی سر زلفان یارم گل بریزی şu mayda 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 oh şu mayda 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 dilda naranjat dilshanak duni ganda dilda naranjat dilshanak duni ganda oh şu mayda 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 oh şu mayda 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 dilda naranjat dilshanak duni ganda dilda naranjat dilshanak duni ganda